با سلام به کانال اسکیل بیلد خوش اومدید. تو این قسمت قراره بهتون آموزش بدم چطور داخل خونه یه مداری بسازین که بتونین باهاش دور موتورهای AC رو کنترل کنین. پس با من همراه باشید. هدف از راه اندازی این کانال بالا بردن اطلاعات سخت افزاری و نرم افزاری شماست. پس اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما چند ثانیه زمان بذارین و کانال من رو سابسکرایب کنین و زنگوله اون رو هم بزنین تا هر وقت ویدیو آپلود کردم اولین نفر با خبر بشین. خب بریم سراغ آموزش. خب در ابتدای ویدیو این نکته رو بهتون بگم که چرا اصلا این مدار رو طراحی کردم و اون رو داخل کانال واسهتون آپلود کردم. واسه خود من به شخص بارها اتفاق افتاده که یه دستگاه برقی که حاوی موتور AC بوده رو میخواستم استفاده کنم ولی دور موتور اون واسه کار من بالا بوده و از اون جایی که خیلی از دستگاه هستن که تنظیم دور موتور ندارن، شما یا عملا باید بی خیال استفاده از اون دستگاه بشین یا اینکه کارتون با دقت کافی انجام نمیگیره، یا مثلا داخل خونتون یه سری دریل ها یا دستگاه قدیمی دارین که نمونه‌های جدید اون حاوی کنترل کننده دور موتور هست ولی نمونه شما چون قدیمی هست این قابلیت رو نداره. شما با استفاده از این مداری که امروز بهتون آموزش میدم میتونین به تمام دستگاهاتون که حاوی موتورهای AC هستن قابلیت این رو بدین که با استفاده از ولومی که روی این مدار هست دور اون رو کنترل کنید. فقط یه نکته رو بهتون بگم، این که این مدار مناسب دستگاهایی هست که توان اونها به صورت ماکسیموم بین 900 وات تا 2000 وات باشه. البته این که میگم این رنج به خاطر نحوه استفاده شما که بستگی داره به صورت دائم میخواد این مدار کار کنه یا به صورت لحظه‌ای. میریم سراغ خود مدار. من قطعات رو تک تک بهتون معرفی کنم و یه سری نکاتی در مورد این مدار هست که در حین ویدیو بهتون میگم. ما در ورودی مدار همونجور که میبینین یه ولتاژ 9 ولت میخوایم. دو راه داره واسه تامین این ولتاژ 9 ولت. یکی این که شما بیاین از یه دونه باتری کتابی استفاده کنین برای ورودی مدارتون. باتری کتابی در صورتی که شما استفاده بکنین از اون جایی که این مدار جریان کشی زیادی نداره و عملا فقط یه کنترل کننده که دو تا آیسی فقط از اون جریان میکشن، مدت زمان زیادی یه دونه باتری کتابیتون خواهد رفت و قرار نیست زود به زود این باتری رو عوض کنید. از طرف دیگه شما میتونید از همون دو تا سیمی که وارد خود دریل یا همون دستگاهتون شده که شما میخواید دور موتورش رو تنظیم کنید یه دونه برد پاور داخل اون قرار بدین که بتونه ولتاژ 220 ولت رو به 9 ولت تبدیل کنه. پس شما یه دونه پاور تهیه میکنید که ولتاژ 9 ولت داشته باشه. پاورتون هم زیاد از نیازی نیست قوی باشه چون این مدار بین 150 میلی آمپر ساعت تا 300 میلی آمپر ساعت بیشتر مصرفش نیست چون عملا قطعاتش تمام الکترونیکی هستن و جایی واسه مصرف نداره. میریم سراغ قطعات بعدی. بعد از ورودی مدار ما در اینجا یه دونه مقاومت داریم که مشخصات این مقاومت به این صورت هست که 100 اوم هست و 1/4 وات تا 1/2 وات توان اون هست. بعد از اون ما دو تا دیود داریم که همونجور که میبینید این دو تا دیود برعکس هم دیگه روی پایه های ولوممون یا همون پتاسیومتر بسته شده. حتما توجه کنید که این دو تا دیود برعکس هم هستن. یکیشون به پایه سوم متصل شده و جریان رو به این سمت یعنی از پایه سوم ولوم به سمت خروجی مدار جریان رو رد میکنه. اون یکی برعکس این هست، از سمت خروجی مدار به سمت پایه اول ولوم برق رو عبور میده. دیودهای ما هر دو از نوع زنر هستن و یک N148 مدل اونها هست. بعد از اون ما یه دونه آیسی در این قسمت مدارمون داریم که این آیسی همون آیسی پرکاربردی هست که در مدارات قبلی هم از اون استفاده کردیم. مدل اون آیسی 555 هست. سر آیسی رو هم که در ویدیو قبلی بهتون توضیح دادم یه جوری پیدا کنین و پایه های اون رو شما رو بندی کنین که دیگه اینجا توضیح در مورد اون موضوع نمیدم. بعد از اون ما به پایه سوم آیسیمون یه دونه مقاومت متصل هست. این مقاومت مشخصاتش به این صورت هست که 1/2 کیلو اوم هست و بین 1/4 تا 1/2 وات توان اون هست. بعد از اون ما یه دونه خازن عدسی داریم که پایه اول آیسیمون رو به پایه دوم آیسیمون متصل کرده. این خازن عدسی مشخصاتش به این صورت هست که 100 نانو فاراد هست. بعد از اون ما در این گوشه مدارمون یه دونه LED داره که من اینجا از LED قرمز رنگ استفاده کردم. شما میتونید از انواع LED ها
استفاده کنید که مثبت و منفی اون هم به این صورت هست که منفی اون رو به ورودی منفیتون متصل میکنین و مثبت اون رو به پایه دوم آیسی دومتون متصل میکنین، یعنی این آیسی که این آیسی مدلش به این صورت هست که MOC C21 هست. یه دفعه دیگه تکرار میکنم MOC 3021 یا همون C21. شما یه آیسی رو هم تهیه میکنین، داخل مدارتون سوار میکنین، سر آیسی رو هم که به راحتی شما میتونین تشخیص بدید. از اون سمت مدارمون به پایه ششم این آیسی یه دونه مقاومت متصل شده که مشخصه این مقاومت به این صورت هست که 100 اوم هست، بین 1/4 وات تا 1/2 وات توان اون هست. بعد از اون ما یه دونه ترانزیستور در این قسمت مدارمون داریم که یه جورایی فشار مدار روی این ترانزیستور هست. این ترانزیستور مدل اون ترایاک 206D هست که شما میتونید به راحتی اون رو تهیه کنین و روی مدارتون سوار کنین. ترانزیستور از اونجایی که فشار مدار روش هست احتمال داغ کردن اون زیاده. اگر میخواین موتورهای با توان بالا، مثلا تو همون رنج 900 تا 2000 واتی که بهتون گفتم، یعنی ماکسیمم توان این مدار رو ازش بکشین، حتما یه ورق آلومینیوم یا یه دونه هیت سینک مخصوص به این ترانزیستورتون متصل کنین که بتونه حرارت اون رو بگیره و دفع کنه که حرارت بیش از اندازه باعث سوختن اون نشه. حالا میایم این بخش مدار من حالا یه تصویر دو شاخه برق کشیدم، یه تصویر پریز برق. شما کار به این تصویر نداشته باشین، توضیحاتی بهتون میدم که بتونید به راحتی این قسمت رو مونتاژ کنید. همونجوری که میبینین از یکی از خروجی‌های پریز برق یه سیم گرفته شده و به پایه اول ترانزیستورمون متصل شده. از پایه وسطی ترانزیستورمون هم یه سیم گرفته شده به دو شاخه برق متصل شده. اون یکی خروجی پریز برق مستقیم به دو شاخه برق متصل شده. شما یه کار میکنین، این دستگاه رو در صورتی که بخواید خارج از دستگاهتون قرار بدین، خب به همین صورت میتونید سیمکشیشو انجام بدید. اگر نه میخواین این دستگاه رو داخل دستگاهتون قرار بدین، به چه صورت باید عمل کنید؟ دستگاهتون حاوی دو شاخه برق هست که یه سیم به اون متصل. این سیم وارد دستگاهتون شد. حالا بستگی به نوع خود دو شاخه برقتون و دستگاهتون ممکنه دو شاخش حاوی سیم ارت یا همون اتصال بدنه هم باشه که همونجوری که میبینید این دو شاخه حاوی اون هست. من یکم زوم میکنم، میبینید یه دونه برعکس این دوتا پایه اون یه پایه داره که یه میله همین شکلی داخل اون میره و پریز اون هم به جای اینکه این مدلی باشه یه دونه شاخه مثل دو شاخه برق این قسمتش قرار داره که در این حفره وارد میشه. اگر دو شاخه برقتون ارث داشته باشه، سیمی که وارد دستگاهتون شده حاوی 3 رشته هست. اگر ارث نداشته باشه، سیمی که وارد دستگاهتون شد حاوی 2 رشته است. حالا ما چه جوری متوجه بشیم که سیم ارت کدومه؟ چون سیم ارت رو ما بهش نیازی نداریم و عملا باید از اون دوتا سیم اصلیمون یکیش رو انتخاب کنیم. سیم ارت رو شما به راحتی میتونید تشخیص بدین. نشونش همینه که یا به بدنه موتورتون متصل شده یا بالاخره به یه تیکه فلزی که به بدنه دستگاه متصل هست متصل شده که عملا در حالتی که اتصال کوتاه یا اتصال به بدن شما صورت بگیره از سیم ارت برق عبور میکنه و برق شما رو نمیگیره. خب اون سیم رو که کاری باهاش نداریم. اصولا هم در مدارات رنگ زرد رنگ داره اگر اشتباه نکنم. دو تا سیم دیگه دارین که اصولا در دو شاخه‌های برق یکیش آبی رنگه، یکیش مشکی رنگه. البته این 100% نیست. در اکثر دو شاخه‌های برق که من بازشون کردم یکی از سیم ها آبی رنگ بوده، یکی از سیم ها مشکی رنگ. خب شما کاری که میکنین از سیم مشکی یا آبی به انتخاب خودتون یکیش رو انتخاب میکنین و به ورودی مدارتون میدین، یعنی به پای اول ترانزیستورت و همون سیمی که انتخاب کردین. اگر سیم مشکی رنگ بود شما میبینید اون سیم مشکی رنگ به کجای مدار متصل شده، به هر جا متصل شد از پای دوم ترانزیستورتون میگیرین، سیم رو به همون قسمت متصل میکنی. یعنی عملا این مدار رو مثل حالت یک کلید سر راه اون سیم انتخابیتون قرار میدین. به این صورت که پای اول ترانزیستورتون به سیمی که از دو شاخه میاد متصل میکنین و پای دوم ترانزیستورتون رو به همون جایی که اون سیم متصل بوده قبلا متصل میکنین و بعد از اون شما مدارتون رو که با یه باتری یا یه دونه پاور روشن بکنین با استفاده از ولوم یا همون مقاومت متغیری که در این قسمت دارین میتونین با چرخوندن سر اون دور موتورتون رو کم
و زیاد کنید و عملا اون استفاده ای که میخواین از دستگاهتون رو داشته باشید. خب این آموزش همینجا به پایان رسید. در ادامه آموزش این مدارات کنترل دور موتوری رو براتون خواهم گذاشت که توانهای بیشتری داشته باشن که عملا شما بتونید واسه دستگاه صنعتی هم از اونها استفاده کنید، یا حتی مدارات کنترل دور موتوری که واسه موتورهای 3 فاز استفاده میشن که اونها مدارش قدری پیچیده تر هست که در مراحل بعدی آموزش ساخت اونها رو واسهتون خواهم گذاشت. در آخر اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما چند ثانیه زمان بذارین و کانال من رو سابسکرایب کنین و زنگوله اون رو هم بزنین تا هر وقت ویدیو آپلود کردم اولین نفر با خبر بشید، چون هر هفته ویدیوهای جدیدی دارم و دوست ندارم اونها رو از دست بدید. اگر در مورد این مدار یا هر مدار دیگه ای که من داخل کانالم میذارم سوالی داشتین میتونین در بخش کامنت های همون مدار ازم بپرسین، در اولین فرصت بهشون جواب میدم. اگرم از ویدیو خوشتون اومد حتما اون رو لایک کنین و نظراتتون رو هم داخل کامنت برام بنویسین. ممنونم از توجهتون.